بلیجر بولال اما 38 سایز مناتم غلام علی من ولسوالی هم خیدم بلمن ماشاءالله بارکل باین مهمانده انتخاب قلب بز ولسوالی اندخوی قیس منطقه است انخوین شهردن خو ولسوالی وز ولسوالیدن اندخوی وز ولسوالیدن نظر به باشقه ولسوالی که شیرین تگاب که حاضر حضور تاببسیز اندخوی یا جمعه بازار دولت آباد یا میمنکه بارگم بسایز ممکن شو قیسی ولسوالی که پر جمع جوش و مردم یک صورت که تجلیل قلبیات کنه کن فعلا من نظر من چطور مستقیم انخویدن شروع کردی شیرین تگابه میمنه جمعه بازارون چه کردم زیو انخویدن فعلا جمعیت بیشتر انخوین وزده فور شور نفر کوب شاقه ایدگه چقن من نظر من بردم یخشه خیلی نفر نکردی ولی نسبت به بور انخوینی که بیشتر نفر قچن کل زنخویدن زه پیشنن ساره کردی بر شور فوتبال مسابقه لودی ماشاءالله شو هموطن لازم ایتنگم بر مسابقه لابزیو زمان خلی بچه لابلم شروع کردی فوتبال قیس تیم بازی کلاس bizda hanuz o'z bir tim u. Yosh o'z temiz. Javonon normalla. Javonon o'rmalla yo normal? Normalla. Normalla. Xo'p, ko'p yaxshi xay. Mana امنیت لحاظدان bizlarga ayting, anxiy arsasiga yo umuman foryob arsasidan qandoq mardum آرامش fikrisi bormi, rohatmi? خدا شکر الحمدلله فعلا همه وطنوز تنها انخوی نه شیرین تگاب نه کلا فاریاب و کلا سطح افغانستان امنیت تاپلیان امارت اسلامی کلیان نبر خیلی تغییرات کلیان مثلا کیچه تمامن من مردم گشت گذار ایتال میده بازارگه شامنا نر چقب بل میده و بعدا مثلا بر توی مو یا برانجا کیتامن کیتال میده اخشم تمامن من بزنوز ان شاء الله پس این سفر روز وون بزن نر انخوی که کیچا بزله از لحاظ امنیت خیلی yaxshi bizda خیلی امنیت تمام راحت چون امارت اسلامی واقعا کوشیده شبانه روز زحمتی قابل قدر افتخاری تامس که با bizda واقعا باعث افتخار بلند خدمته برون قریاش لقصه قلد وقت ظاهرشانه وقتنه ایتا ظاهرشانه وقتشون دا بر وقت ایده که پولینگده میدانگه ساش سنگ بر توال میده من فکرمچه من شو زمان وشه بر زمان ده یعنی سیز بزلا که ممکن یاشز یا 25 یا 25 تن پسراغ بسه چه وقت که بزلا من چه آرامشتی کاری یعنی بزیا قدی وقت آرام بز راحت بز خداگاه شکر خداوند بر نعمت سیز بزلادن حال مثلا آخری که بران ایتلتکان بران پیام یا آرزو آرمانز بسه یشتر بر پیام کوتاه با شیر ایتین شیر که فعلا شیر خو سایه خو ایتین یشتر بر پیام کوتاه نه ایت من ارجمانه عرب چیزی که وطن وزه بچه‌ها با کوششن شو وطنیه خدمتیسن افتخارات لام وطنیه کی ترسن بزم خاله از وطنوز خارج لدای ترقی است ساخت ساز بوسه خب آوازسازlik بوسه آرامlik بوسه خالی من که شو آرامlik ساخت سازlik هموطن روز هر کسی کوششن که وطنوز همیشه شاد و چراغان باشن هر نرسه بولسه خاخله میالین که سیز بزلا جوالا آلمان کسه ولی آلمان افغانستان دا آلماندن کده یخش باید تزاتش بسکره دیگه چون که کبله هم ایتاد وشه دانشمندله جوان قشر جامعه یا دیوار جامعه جواندن باید وشن داغ بر دیوار تزاتشه که مستحکم و زریدن کده بلند و بلالسن که سیز بزلش افغانستاندن و تنمزدن دفاع قله و آینده بر یخش پیشرفت کشتر سی خب کوب خوش بولدم برادر انخیدن کلیب سیز بزلرگه مهمان بولینگ منو به دکان وی خو اید اخشم لخ وزیز بلاس کم من نرسه مهیا ده و بازار تمام نرسه قول استگه دیگه ولی خوب خوشحال بلا بس کسیز بزلگه مهمان بسید خوشحال بودم خیلی واقعا منم خوش بودم که برده احمد شیرین تگام احمدلرم کردم ولتر دیگه پلاش خوشحال بودم یخش آدم لا هم از میمان دوست بودم میمان پذیرایی خیلی خوشحال من تشکر سزم کردم خوشحال بودم سلامت بلیجر هموطنان عزیز قسمی که دیدید از ولسوالی اندخوی به خاطر مسابقه فوتبال در اینجا حضور یافته بودند که همه ما میدانیم امروز ما در ولسوالی شیرین تگاب قصه فوتبال از حکایت بعضی از کتاب هایی که از قصه های رستم و سهراب گذشته است که همه ما میدانیم فوتبال یکی از
پر علاقمندترین ورزش در ولسوالی شیرین تگاب شده که همه روزه و همه شب در اینجا فوتبال و مسابقات صورت میگیره. خداوند را سپاسگزار هستیم که تا این دم ما را زنده نگاه داشته و تا یک وقفی کوتاه شما را با خداوند یکتا و به همتا می سپاریم. زود و زود برمیگردیم، با ما باشید.